میدون افوز جمعه. بانک بوده بغل مسجد پیش زدن؟ بانک بغلش بانک سپاه. بانک سپاه. خود مسجد سالمه. مسجد دیگه نه. اینجا میگه اتوبوس هست اینجا؟ شب ماشینا چرا اومدن؟ اینترنت ها قطعه، اینترنت قطعه، حوصله‌شون سرده من حضوری ببینن دیگه. تا اینجا اومدن یه اعتراضی میکنن دیگه. آره اون بالا وایستادن همیشه این موتور اینجا بود، موتور بالا وایستادن میگه عکس میگیرم مادر قلبی پایین. شب ساعت چند بانک آتیسه؟ ساعت 8 اومدن تا ساعت 1 بعد از نصف تا 1 نصف شب. بله. بابا اون سری قبل پارسال بود، تمام این خانم‌های هفت جمعیت نیروهاشون فرار کردن رفتن.
دیشب اینجا خیلی شلوغ بود کلا ولی الان این مادرها بچه‌ها که سوار کردی جلو موتور با تیر میزنن. آره ببین از بالا دارن فیلم برداری و نمیدونم اسلحه داشتیم. من میگم همین الان همین جمعیت 4 تا ماشین اینو کلانتری که سقوط به قرآن قسم تمومه. نمازجون ما امروز اینجاست دیگه. ببینم اونا چیکار میکنن. به خدا جوونه ما چند سال الان تو زندان. میگه خب شما تو بیرون هستین چرا همت نمیکنید؟ حالا گیرن این قضیه مال خودشون هم باشه. 4 تا بانک آتیشن. بعد وقتی دیگه این کارو میکنیم ما رو بعده کنیم. دنیا دیگه میدونه ما داریم چی میکنیم. دقیقاً. من از صبح یه جوری میبینم مردم خوشحالن انگار مثلا ایران رفته جام جهانی. همه خوشحالن. آره قربونه. همه بگو بخند میکنن خوش فرمون. گوشی تو مواظب باش.